سلام علیکم. همه آدمایی که در اینترنت کار میکنن سلام علیکم. ما رفتم نمون شروبان میگم که کو 8 مارس تای 10 عید تای میرم معلمین را میبینم یک تینم نگذاروندن. اینا فرزندوری اینا چکو کنم؟ انا خدا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما را در بالای سرم باشه رفتم پنسیه ما گرفتم اینا اومدم. نخواه همین صغیرهای ما عقل ندارن که در همین 10 عید در همین عیدی رمضان 4 سون بگذارونن در همو علمینی برم ببینم دخترم میگن خلا نیست هیچ چیز سوم چکو کنم خیلی خدا سرشته شو کنه. ما برو منی گفتم که دموردم رشونتین دوستی داشته باشم که یکون فرزن و دموردم نمونه. خدا سرشته شو کنه. با فرمونی اپش این اکش ما بین برایه را خبر گیرید 400 دمو علومینیم بسپورید. این ازم شروع بود رفتم ببینم نه کرده دستومه نه چی. قرار دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین از ماه نوامبر سال 2025 بر اساس آن یادگاربی صابرова بعد 48 سال زندگی یکجایه رسما از شوهرش جدا شده است. دادگاه 8 فرزند او را به پرداختن الیمن وظیفه‌دار کرد. مطمئنی به کاو به دادرم را همین فرزندم را دستگیری میکنن. 8 فرزند ایدم بیاد تشای. این زن 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نافهمی با همسر و فرزندان پیوند داد ولی جزئیاتش را نگفت. او در صحبت پیشینش با رادیو آزادی ادعا داشت که شوهر و فرزندان او را زده اند و از خانه رانده اند. طرف دیگری ماجرا در پشتخوری عائله خود زن را مسئول می‌دانند. چوپان قاسموف شوهر اینک سابق یادگاربی صابرova میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند ولی همه چیز یکباره تغییر یافت. 8 فرزند دارم، 4 بچه 4 دختر، همه با در دوی خدمت بچه‌اش در همین جای. باور کنی اگر 2 سال ما خونی خدمت میکنم. ماجرای یادگاربی صابرova را در ناحیه شمس‌الدین شاهین بسیاری هم می‌دانند. نمایندگان حکومت نیز چند دفعه تلاش کردند تا عائله را از همپاشی نگه دارند ولی ناکام مانده‌اند. یادگاربی صابرova اکنون در خانه خواهرزاده‌اش جا گرفته است. هر سال در تاجیکستان هزارها عائله از هم می‌پاشند. اکثرا ازدواج برمحل و آماده نبودن دختران به زندگی مستقلانه از سبب‌های اساسی نامبر می‌شوند. در این میان قضیه یادگاربی صابرova کم سابقه است. سلام علیکم. من بچه که در اینترنت تماشا میکنین بگن که همین کمپیر چی ده که همین مردک چی داشتید برای که همین مردک مرا دیونه برو قطی فرزنداش کمپیر لط کوبم کن می تریب اومدم مخم راست با لیسه رفتم را خودجای فهم با لیسه دیونه گفته برو من برایم قطعه مردک زندگی نکمی یکون فرزند یکون گام نزنم فرزند های برم کردن با فرمونی دخترم اینا یک تصنم نمیه چکا کنم اگر جاور داد ما بگو مکه روزم نمیکنم و چک کم روز نمیتن تلفن میکنن و چای موک شده که معنیش و چای موکم شده من زمستون رو جمع استم تویستون هم زمستون اینی بسویده خونه هپم در 80 در جمعه دوزم کلین دارم من ماشینه رای جونم تا دوست میدونم تو وقتی هستم با این وطن اختو خدمت میکنم را میدوزم. سلام علیکم. بچه من از 3 ساله در بدر خونه مردم میگردم نه ای بچه نه ای دخته یک چیز ندیدم. ما اول ای جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شکرانه میکنم و در اخدا و در ایمی آدمایی که صاحب کارن خیر کنن ایما التماس میکنم که همین یه جای تو زندگیم تشکیل کنن که من همین چی کنم. هم ماشینه پشنه شکسته که من جمع گر کنم هم جمع کار کنم برای که من به ماشینه نمیتونم ایستادم. این ماشینه را میگیرم خونه کم دستوی نیست خونه اپا میام همین روزم نمیتونم این مردک جدا شدم که روزم بته دختر شای بچه شای توکل شو بخدم اما علمینی را بتن نتن امونی در کار نیسته در نزد قانون جواب بگن در همون پرکراتورا جواب بگن ما نمیتیم چکو کنم نمادری 8 فرزند عذاب کشدم و قبط کشدم کش نموندم خودم شوکی مردم پوشیدم و صغیره کم یک آدمی به انسایی به کمی میدادن میگه سگرانون دادم مایلم شد
نگهبانی منزلمشونه که فرزند تربیه کرد قصد جانم کرد نه که هیچ کنم تقدیری مدام تری دیگه هیچ توکلش بخدم همشه در نزد خانم جواب بگم شوی مکیم رای تری کن و فرمونی دخترش خورزوش مسئله کن من برم تری دیم نبروم ما این آدم های چی تشکیم چی التماس میگم که خیلی تری یاردمم تنده میرم از اون یه جای کار خونه کنم یادم ماشینم بخرم امی کارمند دوام بدم یا هیچ خدو برای کار بتم خلقی توجه که آدم های بننگ ناموسن عمری دراز تا برای کار که ساختانی که هرشو برسن بچه السلام علیکم به همه خلقی توجه به آدم هایی که با عقل فراست هم میگه که آدم شدن آسان چی شدن دشوار عالم شدن آسان آدم شدن دشوار معنی هشت تغییره قطعی اتش 9 نفر ایدم بمینم تریه دروغا و تهمت تا این که اخیرتم سودا دادم کاری محاضی دستو تای نه علومینیم دادن نه چیزام دادن 4 مرتبه ماشین گرفتم رفتم نداد چیزام چکار کنم اینا باید دروغای دخترم نوشته ورد دروغ میگه او دخترم تمام میکارم اتنا تمام میبارم اکنه از شما خواهش میکنم که مقامات دمه تکشایی دمه من دیگه خطیت تایوجی داشتم زندگی نمیکنم همین روزم به تکیم یه جنازه رفتن نتونم یه خشم دفل خوره رفتم این گم شده خیلی جوا میرم این از صغیرم از قزاقستان اومد یادش ماشین خرید اومد و حملی بچه کمه یک سومم را نداد الهی را ماشین را در سر بکنم صغیرهای به عقل متاسم که 11 را این همسویام هم بچم صاف چی نکردم 11 را فرزندان سردم بعد همین صغیره که همین دختر بچه هم ویرون کرد این همین کار در حق کردم بچم کلین شوید بود مرا را تای پای همو خلاص کرد صاف خویی نمیشن میگن مونه کردیم نیدید خدا بزنشو و همین به خدا میسپرمشو بچم صغیرام رو باشونه لخچه میکنن این ابرا بپرسوتم را ندادن علومینیم نداده سن علمه میرم ارزم همی برمونجا میپردم سودا برای چیز دادم که ارزم دادم چکا کنم من نبینم میرم بیو میگن تمامی مقامات مرسول میگن که دیونایی خدا دیونایی چکا کوبک دوزنده یاد بشای بیاموشی نخون دختر قطیتا 24 ساعت گپ زنه خونه در چی کاری شود ما بچه مینا کلینو را میگره اولوی دلیو میره برا نمیبره نوسته میبره تونم شهری نومو مینو در نمیبرم هشتوی کم دکس گلد رفت نمیدودم من نمیگفتم ببرا میگه نبیبره ببیکی دستانیش فیدش برمده است نکه خود دیرگتم یه فرزندی همی آدمی جا برا نگه میکنم نکی نشیدن چکا کنم چون دون بابا کی بکن بینا نوشتن که ما بکنم مقامات میروند من با پریزیدنت هم اکتوم روی کم بگی نرمی تکرار روی کگیم و وزارت تندرستی را برای خودجای روی کم همی آدمی بیسوی بابا چنم داری میگم حالت به کسی که ببینه در باشه در روی زمین چمرخی بیکار باشه دومن پریزر کنین دودر بخرین این دودری زر خرید که دودر باشه چکار کنم بعدان برسه بعد روی و باور نکنین بیا مقامات بیا کدومی بیا اینا خیرات کنن مورا سری سوتون کنن اینا چکار کنم تو هیچ میگم که خدومش که یکم و ارتل من خطی هم ماشینا گفتم من شالا باور خدامونانم که من در هر خونه برم و همه آدم ها رو بتونم نمیمونانم ایدم بمیروم همه دختر کشوایی میرم ایدم بمیروم
خواهیش میکن که همون دختر کارم نگیره همین مقوماتورانی منی خیلی چی دارم که این همین فرزندای من این همین قرض گرفتن همین قرضه 19,000 زون 12,000 یتش دادم 8,000 یتش دادم انتری دادم شد جماعت درفتیم خیز جماعت حلت دورا میگه قدی زنیمه میگردی خیلی همی کرو را ده حقم کرد قدی صغیرش قریب لد کنن جماعت گفتم همین 20,000 سوم بتن دیگه نه خونه میگم نه در میگم خدا رزق مامی اورم همین دستم بچم بامرا بمونه کار مکنونه که روزم ندادن رفتن در این مقومات دادن عدل ده همه امیر خریدن تقه موندن چکاری که مرا کار مبون نکردن بچه نخون فرزندای می ترکنن واقعی نشینی کنن ما بچه این حل نمو در دستم رفتم این حل نمو در دست من این حلنامه علومینی این حلنامه چی برای چیزی چوره این حلنامه در دستم رفتم در نمو جماشین 4 مرده گرفتم چیزا من نداده در نمو حولی و چسکوی این نچندی کمو چی عدل او خندیده سن زد سرم کرد ندادم او چیزوره میگه نمیتمد اگه ما قنچق نومی ما قنچق برابر ما ایامی مینولم بچه هم که ما دخدا آورو دارم که ما همی 3 کارک اگه نیستم دخدا آورو دارم چنده میبنده ما الحمدلله مسلمونم ما پای به توره نمیستم ما نماز میخونم با تانه میگه اگه تو نماز میخونی ما بچه هم دهم جدن تلویزر تماشا کنیم نمیموندن مردک تلویزر هم میکنم با چندشمونو چیور هم میکرد چکار کنم تقدیری بدم تری بدم من که تمام دیگه زندگی نمیکنم قطعی هم مرده خواهیش میکنم اگر بتونن اما اتیل ما چکر کنن نکنن گپای چی نزنن اینو میمون اما دختر میگن نگن میبخشینم که شما دانیم من ندارم این شما که برای گپای شما نویستین برای دلتی کدین نیکی اخیر گپی گنده ده خیلی با سرم بیرون میشن همین دخترم کرد اتشا فرزنده را جادوگری کرد چکاری کرد که فرزنده دیگه سنیم نمیوین میرن قزاقستان روسیه یا ماشین نمیورن او شوارید کردی باش ماشین ده یک تینم را ندادن میره 3 سال در خونه بچه کم من کسل برم من بنام بچه کم خیلی گم کردی نوازی خودم این انوی دست کردی ماشین کردی شب و روز میتوزم با میرم زخونه سویدار خونه اپم روزم نمیتن میرم من میپسن میرم میبروی ایوک پرید دخترم ایوک پرید ایام میگم که همی دستگیریم کنین همی دخترم ای برم گم کنین کارم نگیره قطعی آمد روزم بتن